در اتاقی از آن خود نمی گنجم نمایشی بود بر اساس نمایشنامه شب بخیر مادر اثر مارشا نورمن. این نمایش آخرین برنامه تئاتری جشنواره محسوب می شد که به کارگردانی داریوش رضوانی و با نوشته حامد احمدی شکل گرفته بود. در این اجرا مینا قیصری در نقش دختر و مهرنوش خرسند در نقش مادر دو نقش اصلی را ایفا می‌کردند و مایا ثقفی و شهریار قدوسی نیز در نقش‌های مکمل در صحنه حضور داشتند. نمایش روایتی کشمکش میان مادری و دختری است که مسئله زیستن یا پایان دادن به زندگی را به چالش می‌کشند. دختری که عزم خودکشی دارد و مادری که می‌کوشد با آوردن دلایل گوناگون او را از این تصمیم باز دارد. آره درسته، حواسم نیست. ببخشید همین؟ ببخشید و خلاص؟ هیچ میدونی تو روزنامه دیروز چی نوشته بود؟ هان؟ گوشت با من هست یا نه؟ میدونی یا نه؟ نه نخوندم مامان. برا من مهم نیست که بدونم. چی برای تو مهمه؟ اصلا چیزی هم برای تو مهمه؟ با تو هم چیزی هم اصلا برای تو مهم هست؟ نه مامان، هیچی برام مهم نیست. حتی مادرت؟ حتی پسرت؟ سرکار خانم بد نیست بدونی دیروز تو روزنامه نوشته بود یه پسر 15-16 ساله با رفقای همسن و سالی زدن یه دختر بچه رو کشتن. یعنی اول کارشونه کردن بعد زدن اون دختر بدبخت رو کشتن. چرا؟ نمیدونم. هیچ بعید نیست پسر تو هم یکی از اون پسراست که همجور تو خیابون داره برای خودش ول میگرد و هیچ خبری هم ازش نیست. چرا؟ چون مامانش فقط به فکر خودشه. از آنجا که نمایشنامه شب بخیر مادر اثری است از نمایشنامه‌نویسان آمریکایی، اجازه بدید یک اشاره‌ای به نمایشنامه‌نویسی در آمریکا بکنیم چون ارتباط مستقیم با این نمایش دارد. سنت نمایشنامه‌نویسی امریکایی دست کم در بخش قابل توجهی برای سالها بر محور بحران‌های خانوادگی می‌چرخید. این بحران‌ها یا ریشه در رخدادهای درون خانوادگی داشتند یا برآمده از نابرابری‌های خشن اجتماعی در نظام سرمایه‌داری که بنیان خانواده را متزلزل می‌کردند. نوع نخست رو می‌توان در آثاری چون باغ‌وحش شیشه‌ای از تنسی ویلیامز دید و نوع دوم رو در نمایش‌هایی چون مرگ فروشنده و همه پسران من اثر آرتور میلر. این مسیر در ادامه نزد اسرائیل هورویتز در نمایش ماکریل تداوم یافت و انگار که شیوه تنسی ویلیامز نیز به مارشا نورمن رسیده. لابد میزدم خودم رو میکشتم. من مادر خوبی برای پسرم نبودم. حق با توه. اما تو همون لطفی که در حق من کردی خب برو برای اونم بکن. کجاست اون بچه؟ بیا تحویلش بده من براش مادری میکنم. در نمایش شب بخیر مادر با دختری مواجهیم که در تنگنای شدید روانی قصد خودکشی دارد و مادری که میکوشد با دلایل آشکار و پنهان او را از این تصمیم باز دارد. دختری که خود مادری است با فرزندی ناهنجار و همسری جدا شده و مادری که بیعملی دختر در برابر فرزند و همسرش را نادرست میداند. با اینکه هیچ وقت دوست نداشتم بچه‌م مثل من زندگی کنه، ولی بعدم نمیاد برگرده خونه. لااقل به خاطر تو. بعد نیست یکی بالای سرت باشه. فعلا اونی که باید یکی بالای سرش باشه پسر خودته. نترس. این پول که بشه پیداش میشه. البته اگه تو الان دزد نشده باشه. تا وقتی کیف مادرشو داره چرا بره سراغ غریبه؟ شما مگه میخواین 90 دزد نشه؟ هر وقت اومد اینجا بهش پول بده. دختر تو اصلا میدونی اون بچه با اون پولایی که بهش میدی چی کار میکنه؟ اگه بره مواد بخره دود کنه چی؟ مادر پول میده بچه نشه بشه. اینه وضعیت ما. مامان پول نده بچه خمار بمونه. فکر میکنی اینجوری بهتره؟ هر چیزی از این وضعیت بهتره. از اینکه اینقدر تو بیخیالی و فقط برای خودت زندگی میکنی. انگار نه انگار که مادر داری که پسر داری. چیه؟ وقت نداری به من گوش بدی؟ ها؟ بله باید پیرن تو کنی به این دنبال خوشگذرونی، دنبال تفریحه. اون بچه اگه الان بیرونه پی خوشی نیست، از ناخوشیه که گذاشته رفته. بلند شو اینو بپوش ببینم اندازته یا نه.
برای آنکه اجرای در اتاقی از آن خود نمی گنجم را بهتر درک کنم، نمایشنامه شب بخیر مادر را با ترجمه حمید احیا 2 بار خواندم. اعتراف میکنم که از این فرصت برای خواندن یکی از نمایشنامه‌های خوب آمریکایی خرسندم. اما مطالعه متن اصلی کار را دشوارتر کرد، چرا که ناگزیر به مقایسه برآمدم و چون متن اجرای در اتاقی از آن خود نمی گنجم را نیز در اختیار نداشتم، دشواری دوچندان شد. از این رو ناچارم همچون سایر اجراها به دیده هایم بسنده کنم و از مقایسه مداوم دست بشویم. اگرچه تا پایان تحلیل نمایشنامه شب بخیر مادر از ذهنم کنار نرفت. اصلی ترین دلیل آن هم قوت ساختاری و دراماتیک متن نورمن در قیاس با آنچه در صحنه دیدم بود. ببین مردی که اینجوری دستشو حلقه کنه دور گردن زنش حتما عاشقشه. اون وقت تو چیکار کردی؟ همینجوری ولش کردی که بره. چرا؟ مامان تو خودت میدونی چرا بابا رو دوست نداشتی؟ این عکس مال چند وقت پیشه؟ نمیدونم، مال آخراشه. ببین اینجا هم دستشو انداخته دور گردنت، عین دوران نامزدیتون. اگه یه ذره به زندگیت فکر میکردی الان تو خونه خودت بودی. کارگردان با بهره‌گیری از نقش دکلماتور و موسیقی زنده شهریار قدوسی در پی تصویرسازی بهتر نمایش است. از همین رو دکلمه اشعار شاعران ایرانی توسط مایا ثقفی در بخش‌هایی از نمایش گنجانده شده تا شاید در شناخت دختر یا تبیین بحران میان او و مادر مؤثر افتد. که به اندازه یک تنهایی است، دل من که به وسعت عشق است، به بهانه‌های ساده خوشبختی خود می‌نگرد. اما انتخاب برخی اشعار به جای تعمیق شخصیت پردازی بیشتر به زینت بخشی اجرا انجامیده است، شاید هم به مثابه پشتوانه برای بازیگران. اگرچه انتخاب شعر فروغ، چراغ‌های رابط تاریکن یا در اتاقی به اندازه یک تنهایی که احتمالاً اسم نمایش هم نوعی الهام از این شعر بوده، برای فهم لایه‌های روانی دختر قابل قبول باشد، اما اشعار شاملو و سپهری حتی اگر ناسازگاری با محتوا هم نداشته باشد، پرتویی بر فهم کنش دراماتیک نمایش نمی‌افکند. عکس دیدن تموم نشد. میخوام این آلبوم‌ها رو جمع کنم. قراره یکی بیاد بره. کی؟ فکر کردی میذارم اینا رو هم بدی دست این و اون؟ ولش کن، بده به من. دختر اینا همین خاطراتمونه. چیزی که بیشتر از عکس و آلبوم و خاطره به دردت میخوره پوله. خودم بهتر میدونم چی به دردم میخوره چی به دردم نمیخوره. خیلی خوب، باشه، خوبه که میدونی. پس میذارمشون تو کشوی دوم کمد بزرگه. من همه عکس‌ها رو میخوام. گفته باشم به هیچ کدوم از عکس‌ها دست نمیزنی. همشون عکسای خودم که دیگه مال خودمه، مگه نه؟ نه! نیست! عکسا مال تو. بشین نگاهشون کن و حسرت بخور. اینکه یه زمانی چقدر خوب و خوشبخت و عالی بودی. گرچه من چیز زیادی یادم نمیاد ماما خانم. حرص منو در نیار. تو اصلا هیچ یادت نیست و همینجوری برای خودت الکی حرف میزنی. این اصلا طبیعی نیست. فکر کنم فراموشی گرفتی. حتما. اما نمیدونم چرا بدبختیام یادم نرفته. چون مریض. برای همینم شوهرتو از دست. اما بازی‌ها، کشمکش روانی، بحران روحی و بیهودگی زندگی دختر را به تنها انتخاب خویش یعنی خودکشی کشانده است. نیستی تنها حق دختر در جهان هستی است.
رنج دختر از نفهمیدن پیرامون او سرچشمه نمیگیرد، بلکه از بیهوده بودن پیرامون سرچشمه میگیرد. او به پایان زندگی نرسیده، بلکه زندگی را عوض میداند. دختر از درون پوسیده و سرمای مرگ گرمای وجود اوست. اما مادر را روزمرگی در بر گرفته است. روزمرگی اساس زندگی اوست. مادر نمیداند با ورق زدن آلبوم زندگی و برجسته کردن روزمرگی تا چه حد در خراش روح و روان دختر کوشاست. بدون کمترین لکنت باید گفت بازی این دو نقش اصلا کار آسانی نیست. نقش‌هایی که بیشتر زیر پوستی هستند و از درون بازیگر می‌جوشند تا متکی به جلوه‌های ظاهری باشند. از این منظر باید متاسفانه بازی مینا قیصری و مهنوش خرسند را در مجاور چنین فهمی از نقش‌ها دانست تا درک روانی و عاطفی نقش‌ها و باستاب آن بر روی صحنه. اگرچه هنوز میتوان بازی مینا قیصری را تا نزدیکی‌های نقش دنبال کرد. بیا اصلا خودم بهش زنگ میزنم. ها بیا بابا، بیا بشین خالم بگی ببینم آخرش چی تو میشه. شماره‌شو بخون. خودم باهاش حرف میزنم. میگم بهت زنگ بزنه ازت معذرت بخوام. ها میگم بیا دستتو بگیره ورداره ببری سر خونه زندگی. میدونم این کارو میکنه. دوست داره دختر. شماره رو بخون. میگم این لکه سیاهی که شبیه مرغابیه این معنیش چیه؟ تو شماره رو بخون من بهش زنگ بزنم بعد. خیلی خوب. بیا فالتو بگیرم من آماده‌ام. جای نمایش نیاز به سکوت‌های سرشار از ناگفتنی‌ها داشتیم، سرشار از عاطفه، تا تماشاگر بهتر و عمیق‌تر لحظات دراماتیک را درک کند. اما متاسفانه ما بیشتر شاهد مرافعه میان دختر و مادر بودیم. تکرار برخی دیالوگ‌ها یا شاید جا افتادگی هم نمایش را در متن دچار آشفتگی می‌کرد که در چنین نمایش‌هایی به پیوستگی درونی و روند شکل‌گیری اجرا صدمه می‌زد. اگه الان پدرت مرد عوضی اینجا. خیلی خوب بابا ببخشید. اگه اون بابای خوب مهربونت الان اینجا بود همه دور هم میشستی، من برای تو و شوهرت فال میگرفتم، میگفتم چه فال خوبی چقدر زندگیتون خوب میشه. بیا دختر بیا خط زندگیتو ببین. اولش خوبه، وسطش خوشیه، آخرش عالی. اینجا بیا دختر ببین، اینجا یکی به شما دوتا اضافه میشه. اینم کاکولاش پسرته. خط عمرت اینقدر بلنده که تهش اصلا معلوم نیست. این نقطه روشنم که افتاده ته فنجون طالع شوهرته. کاروبارش میگیره که بیا و ببین. شب بخیر مامان. با این همه در اتاقی از آن خود نمی گنجم هم یکی از بهترین نمایش‌های جشنواره تئاتر لندن بود. اینجا قهرن سینه ها با مهربونی، تو جنگل نمیتونستی بمونی، دل تو بردی با خود به جای دیگه.